مشکل برایم. مرده است. ممدو از این طرف بیا. مرده است. نیازی آمده اینجا رو تفتیش کند. پولها حالا همینجا. قاتل پولهای حرام را نگرفته است سردار. ممکنیتش دیگر بوده است. پس چرا اینقدر پول کلان را نگرفته است؟ انا اینش نمی رسید. کار را بلا زد. شرمنده‌وار به دست می افتیم. با من بیا. اگر یافتی رستی، اگر نیافتی مردی. کشا که نباشد زیر تیر میمانی. خیریت. بالا برا نیازی. با این شکمت به زور میبرایی. خدایا اگر مرا به دریا پرتایند هم من از آنجا خوش میبرایم. سردار ما رو جغ زدید؟ نیازی همه جا رو ببین. ایزی انگشت، موی سر. خلاصه همه جا رو ببین. برایم چیزی یا؟ اطاعت سردار. ممدو تو هم رفت از نزدیک ببین. سیستم ثبت نوار دارن. زود رفتن رو ببین. دیر نشده این قاطع رو دستگیر کنیم. اطاعت سردارم. ولکان رفته یک ببین. اتاق ثبت کجا است؟ سرکمیسر اتاق ثبت در همین جا. کدامش؟ فکر میکنم یا این یا آنوایش. این محکم کو؟ نه با درست جغ زنم سرکمیسر. نه لازم نیست. زودتر باش. چرا اینقدر آهسته ای؟ چه گپ شد؟ این چه هوا؟ ممدو اینجا خالی. دیگرش رو بینیم. تو نزدی سردارم رو. این رو من حل میکنم. اطاعت سرکمیسر. همینجا بوده است. این چه گپ خودش؟ همه ثبت و توزه کرده شدگی؟ خدا.
چی خودش؟ هیچ چیز رو نمیفهمم. با بخش مراد هستم. من گفته بودم که این دست اگر تو را زند کنده میپردایم، اما با سلاح ببخش که من علاج دیگر نداشتم. انا همین خیلی گید. تو آدمی بزرگی، آدمی بزرگ. در اینجا سردارم. ممدو کجا شدی؟ ممدو؟ ممدو؟ ممدو خوب هستی؟ سرم سردار کسی از پشت به سرم زد. خودت را چه حس میکنی؟ خوبم. قاتل در همینجا بوده است. تا آمدن من سبتو رو توزه کرده است. دیر کردیم. در نبودن ما بر وقت فرار کرده است. لیکن جستجو را دوام میدیم. یکان دلیلی باید به دست بی‌طاعت سردارم. ممدو تو هم خیزه کن. همه را با هم آمیخته کردی. خودت را کی گمان کردی؟ ریمبو در روزی روشن زده در آمدی. آقای سایه این کار دیگر شب و روز ندارد. چی باید میکردم بگو؟ خونده های معیوب را نگرفته میموندم. تو این ماشین را گرفته از اینجا دور شو. من ماشین تو را گرفته میآورم. در نزدیکی است؟ کمی دورتر از شرکت. در توقفگاه وا میخوریم. تلفن را بردار آخر. بردار آخر. روحی باید با سردار صحبت کنم. یک لحظه. مرحمت سردار. در گوش میکنم زرد. سردارم مسئله عاجل است. من پول را نگرفتم. امروز پیرات بازم افق کره سعیدی قطعیت آزاد پلیس دیگری رو هم زخمی کردند و برای یافتن قاتل همه گروه پلیس و البته نمیابید. کایها دومش را خورده کرده است. کشته شدند؟ بله. همه‌شون از پیمان شدند. از خانه برآمدم تعقیبم کردند. مطمئنی؟ لیکن این خبری خوب نیست. مطمئنم که من موفق شدم. اکنون چه کار کنم؟ حاضر تو با حمام رو و شستشوی کن. از تو بوی بد می آید. سر و تنت ناپاک. لباسات رو هم نیست کن. مرا فهمیدی؟ فهمیدم سردار. لباس های شما چی؟ به اینجا تنها مرده های آنها می درآیند. پروا نکن. گفته های مرا کن. این پلیس ها از کجا پیدا شدند؟ چی کار کنم؟ چی کار کنم؟ یک چاره هست.
لبایکا مرا خوب گوش کن. لبایکا در اتاق خواب تو کیف من بود. همان را با من بیار. بخیر است که یگون واقعه روی داد. هرچی گویم همان را کن. کیف را به میدان باغچه بیار. آنجا به تو نزدیک است. پیاده بیا. فهمیدی؟ به میدان فینر باغچه؟ بله بله. از تریزه نگاه کن. کودک بودک هست؟ کسی نیست. تو خوب هستی؟ خوبم. تنها از عقبم یک چند کودک بستند. مسئله آنها را حل میکنم. در میدان انتظارم. میلش. بینندگان محترم، الحال ما در نزد بینایی که فیراد در آنجا به قتل رسیده است قرار داریم. فیراد در همین بینایی که میبینید در بینای باز هولدینگ در اتاق خودش کشته شده است. باید این شخص در دست حجت موجود هست؟ در کار انشاءات بوده است اما آدمی به باوری نبوده است. با گروه های تروریستی رابطه داشته است. بچه های گروه ضد تروریستان گفتند. سردارم در این جلسه مسئله زمین رفته بود. خیر. یک معیوبی بوده است که از زمین فیراد برآمدن نمیخواسته است. فیراد از جنید زرد کمک طلب کرده بود. بله سرکمیسر، امروز کشته شده است. مگو این رو. خدا رحمت کند. نامردها کارشون را باز کردند. نفری که فیراد را به قتل رسانیده است از آن معیوب قصاص گرفته است. مقصدش پول نبوده است. برای همین پول را نگرفته است. یعنی گفتن است که با پول افلاس کاری ندارد. سردارم جنایتکار با این ورم سر من ارتباط دارد. با علیه معیوب یک صحبت کنیم. ممکن یگان چیز گوید. از مقامات امنیت تا حال در مورد این حادثه شرح نامده است. الحال گروهی تفتیشاتی در بنا تفتیشات گذرانده ایستادند. پلیس چیزی به دست نآورده است. کسی که این کار را به فیراد کرده است یافته و کشتن آن قرضمان است. دیروز مجلس شده بود. گفت که جنید زرد 2 میلیون دلار خواسته است بر عوض ثبتی که در دست دارد. معلوم شد که تهدید کردند. کدام ثبت کدام نوار؟ اکا با فکرم ثبت‌های واخوری‌های ما هست. دیگر چی بودنش ممکن؟ معلوم می شود که مبلغی کلان به دست آنها می افتد. اکا باز مسئله زمین بود. برای این از آنها یاری طلب کرده بود. این سبب کشتن فیراد نمی شود. به فکرم شخص دیگری هم دست دارد. کسی که نباشد. گوش کنید، این آدم را یافته نزد من میارید. وگرنه قسم میخورم که همتان را میشینانم. زنهایتان را از دستتان میگیرم. در پیش چشمتان فرزندهایتان را میکشم. این آدم را میابید. فهم آقا، خواهش میکنم عصبی نشوید. پروا نکنید، حل میکنیم. سردارم خواهر جنید زرد حاضر از خانه بیرون شد. فهم تعقیبش کنید. اما نمیدانم به کجا می رود. ما میدانیم، خاطر جمع باشید. کمی پیشتر با خواهرش صحبت تلفنی کرد. در میدان فیرباغ شبا میخورند. زود میرویم. خواهر جنید از خانه برآمده است؟ برآمده است. وقتی زیاد نداریم، زودتر باش. سردارم من گروهی فوری رو جیغ میزنم. گیر این را.
این وطن با تو فخر میکند شیر بچه ای من. قسم میخورم که به مثل تو جسور و به مثل تو چشم ناترسی ندیدم. دیروز آهنگ گپت دیگر بود. مرا ریمبو میگفتی. برای تو ترسیدم مرا فهم. این وطن احتیاج به تو بر اینها دارد. تو یگانه نفری هستی که قصاص معیوبان را میگیری. صبر کن، حالا چیزی ندیده ای. همه ای کار در پیش است. مرا انتظار میشدی. یک جای میرفتیم، یک جای قصاص بربراس را میگرفتیم. کاش که می آمدم من هم دو تیر به سرش خالی میکردم. عائله بربراس چه حال دارند؟ چه خیل باشند. زن و فرزند پریشانند، گرسنه و تشنه مانده‌اند. صد افسوس که قدر این گونه شخصان پس از برداشتن جنازه‌شان به یاد میرسد. اگر که با ثبت ها باشند، بعدا کسی نه یاد میکند و نه میپرسد. کی نگاه میکند آنها را؟ کی یک لقمه نان میدهد؟ ما خودمون میدهیم. فردا یا پس فردا خانه‌شان را از دستش گیرند چی؟ هر دویشان در بدر میگردند، در بدر میگردند و از دستمان کاری نمی آید. یا کشتن فیرت را معلوم کنند چی؟ بگذار فهمند. بگذار فهمند. کسی که از آنها میترسد کشته می شود. سایه به پیش دو راهزن سرخم کنیم. آن زن و کودکی یتیم بر ما امانت است. جان میدهیم و اما هیچگاه آنها را نمیپرتاییم. و مثل آنها هزارها هست یگید. بگذار 100,000 باشد، میلیون باشد، چی فرقی دارد؟ چی فرقی دارد؟ لازم باشد ما به همشون میرسیم. سایه چیکار کنیم؟ این قرض وجدانی ماست. با همین سری تنهایمان. سردارم تعقیب داریم. آن زن به طرف میدان فینلباغچه رفته ایستاده است. وضعیت حالا چگونه است؟ ما تا پیش میدان آمدیم، انتظاریم. میخواهی دانه که چقدریم؟ سری تنهایم آخر. خیر فرض کردیم که من نام و نسب آنها را یافتم، عکس‌هایشان را به تو دادم، تو رفته آنها را حل کردی. پس چی؟ از کجا دانیم که نفر عکس تو را به دیگری نمیدهد؟ از گنجش ترسی ارزان مکار میگویند. اگر این خیل ترسان و لرزان شویم، ایمان و وجدانمان را یک طرف مانیم و به همه این رذالت چشم پوشیم، پس چی میشود؟ سخنهای بی‌معنی مگو یگید. من درباره چیزی نگفتم. ممکن چی ممکن؟ به من بگو چی ممکن؟ ممکن مثل ما دیگران نباشند. چی خیر؟ در این راههای تنگ و تاریک تنها رفته نمیشود یگید. همه جا پر از گرگ و شغال است. سایه، یک شیر از 100 گرگ بالاتر است. سایه، اگر ترسی نزد همسرت رو. یگید، آنها بسیارند میگویم. آنها بی‌رحمند. به مثل ما بسیار کسان هستند قلبشان برای محبت وطن میتپد. رفته آنها را یابیم. چی؟ آنها را یافته ارتش میسازیم؟ ارتش نو میسازیم؟ لازم شود بله. چرا نسازیم؟ در این کشور صدها نفری هست که برای تو بر این راه بر جانش را فدا میکند. به کسی حسابات نداده کارهایمان را خودمان حل میکنیم. به مثل خود هم سفر باید یافت. آدم های جسور، ناترس، مثل تو، مثل من، عاشقان وطن، آدمانی که از جانشان گذشته برای مردن آماده اند. از کجا میابیم؟ بر روزنامه ها اعلان دهیم؟ هر شخصی که به دستش سلاح داشته باشد میتواند به ما مراجعت کند میگوییم؟ همینطور میکنیم. اگر تو راضی باشی من رفیقان دیرینم را دعوت کنم. در وقتش در کوه ها کم جنگ نکرده ایم. آنها آدمان کلانند.
ҷонашонро дариғ намедоранд. ҳамаашон ошиқони ватананд. ҷоя шояд роҳ нишон медиҳанд, ҷоя шояд ҳамроҳ мешаванд. ки масалан? ман як калон дорам. номаш Пика аст. Пикаси калон. одами ҷиддӣ аст. одамро намефурӯшад. барои сармашқи кор номи хуб аст. шояд гапзанон кунем. ин зан куҷо шуд? оё фаҳмида бошад? зан омад. ӯро мебинам. мемдо ҳамаатон бо диққат бошед. сидиҳоро овардӣ? овардам. ака чӣ шуд? чӣ шуданашро намедонам. аз кай инҷонӣ? намедонам. гуфтам ку сидиҳо куҷост? инҷо дар зери кӯдак. масъала ҳал шуд. меравем. ҳама эҳтиёт кунад. нагузоред ки гурехта тавонад. Ист полис, аз ҷояш Ист полис, силоҳатро бардор. Истед. Истед. Силоҳатро бардор. мепаронам. Истед. Истед. Бардор силоҳатро. мепаронам. ака чӣ кор мекунӣ? мепаронам. ака ист. ака Наздик ту нашавед. девона шудӣ. бачаҳо ором бошед. ака ту чӣ кор карда истодаӣ? наздик нашавед. ака мепаронам. кӯдакамро де. ба кӯдакам нарас. чӣ кор мекунӣ? девона шудӣ. кӯдакамро де. наздик нашавед. кӯдакро мепаронам. кӯдакамро де. наздик нашавед. ака илтимос наздик кӯдакамро де. нашавед. кӯдакро мепаронам. хоҳиш мекунам кӯдакамро де. мепаронам. наздик нашавед. дур истед. девона шудӣ магар. мепаронам кӯдакро. дур истед. дур истед. илтиҷо мекунам. хоҳӣ кун. таслим шав. наздик нашавед. наздик нашавед мегӯям. наздик нашавед. кӯдакро мекушам. наздик нашавед. дур истед. ҳайвон. дур истед. ӯ охир кӯдак аст. ӯро сар де. ба хубӣ таслим шав. ягон ҷо гурехта наметавонӣ. силоҳатонро ба замин гузоред. вагарна кӯдакро мекушам. монед. майлаш ором бош. бачаҳо бепартоед. зуд монед. ту кани силоҳҳоро зуд ба киф андоз. тез силоҳатонро партоед. ёри деҳед. илтимос мекунам. хоҳиш мекунам. майлаш ором бош. ёри деҳед. зуд. илтимос бачаамро халос кунед. тезтар. ором бош. хонум ёри деҳед. ором шавед. хоҳиш мекунам. кифро де. наздик нашавед. кӯдакро мепаронам. дур истед. илтимос бачаамро ба ман де. ака хоҳиш мекунам. ёри деҳед. ором шавед. хонум илтиҷо мекунам. ту фаро аз мошин. майлаш ака. тез илтимос мекунам. бачаҳо. бачаамро де. хоҳиш мекунам. бачаамро ба ман де. ака наздик нашавед. мепаронам. дур истед. илтимос ёри деҳед. чӣ дур истед. истодаед? мепаронам. бачаамро халос кунед. мегурезам. чӣ истодаед? ёри деҳед охир. ёри деҳед. ака ҷиянашро бисёр дӯст медоштааст.
البته نمیخواد جدا شود. خلاص کنید پسرم رو. شد شما خواهید نشوید. التماس آرام باشید. سردارم کجا شد؟ هاخان سردار کجاست؟ نمیدونم کجا را. چخیل نمیدونی؟ هاخان زودی تاکسی بیار. زودتر. خاموش شو دمت گیر حاضر از رزم پرتای من خبشین خیلیت که کسی از پس من نیست خلاص شده قریب که دستگیر می شده باز از کجا برآمدی؟ مادامی که مردن خواهی به من فرق ندارد حاضر میبینی سلیپش شب پریده میروی آخر کجا شد؟ آنها کجایند؟ هاخان با تلفن با دیگران خبر ده. سرکمیسر جنید تلفن ها رو گرفت. مرحمت اگه تلفن ما رو گرفت. تشکر. الان نیازی من میمدو. آقای سرکمیسر. ماشینی بارکش رو با رقم 34 میکنیم. در طرف فنرباغچه گم کردیم. کارمندان آن طرف را آگاه کن. فهمیدی مرا؟ مایل سرکمیسر. من هم میکوبم. معلوماتی پیدا شود خبر میدهم. گفتم که مرده میروی بین اما که پلیسات پریده رفت دیگر کسی نماند تو نافتیدی مگر؟ مرا ببخش کمی یک راه هستم حاضر آهستکک در طرف راست من نشانه را گیران کن یکی یک باره در میان راه نیست در کشو از ماشین فرا چیکار کردم؟ گناه هم چیست؟ کمربندت را نبسته ای با سرعت بلند ماشین را کردی جان مردم را به خطر گذاشتی تو را میفهمی یا نمیفهمی شهروندان جوان را ناراحت کردی مرحمت گذرید تو چیکار میگویی؟ فرا از ماشین فرا تو سخن خوب را نمیفهمیده ای فرا کنین ترا گذار اهمیت داده باشی نقشه تبادلات را نگفتم وگرنه گناه اساسی پرونده همین است چی مگر خنده آور است خیر یادداشت‌هایت را ورق می نویسی و یا نقل میکنی معلوم می شود که حیات من از حیات این کودک مهمتر است کودک در جای باورناک است پروا نکن او برای راندن ماشین حالا حجت نگرفته است چی گفتن میخوایی؟ با تو باید نگاه کن یه ناموسی احمق
خدایا شکر بیاندازه تو را. سردارم خوب هستید؟ خوبم. زرد کجاست؟ گره. لیکن کودک وسبت ها رو به دست آوردیم. باینش هم شکر. خاخان از درون سومکه سلاح و تلفن ها رو گیر. کودک رو به مادرش رسون. فهم سرکمیسر. نامردی بوجدان. انسان مگر کودک میده رو به همین کار روا میبیند؟ البته که او انسان نیست. اوچا شما میدونید که شروع اماسیا کی تشکیل شده است؟ سال گذشته. الپرین تو چیزی رو که نمیدونی گپ نزن. بچم تو فکری اپات رو پریشان نکن. اوچا هیچ به یادم آوردن نمیتونم. 21 ایونی سال 1919. الپرین حاضرم این کتاب رو به سرت میزنم. مبادا جنجال نکنید. وای رانا خانم خودش چی گفت؟ اینجا چی سیری هست؟ اپا تو دختری هستی که میتوانی ستاره سال شوی. دخترم این چه خیلی گپ هست؟ این گونه گپ ها رو باری اول میشنوم. سلامت باشید. برای توجهتون تشکر. بخیر است. توی نگاه یا یگان گپی دیگر است؟ نه اپا جان تنها با ممدو خوراخوری میرویم. همش معلوم شد. تنها به تنها خوراکیشان وشم ها. خدای توبه. درددن نه الپرین جان مالیکا با یگیت می شود و من با ممدو. مقصدمون آنها رو آشتی کنونیدن است. نه درست نفهمید. التماس. به خدا که خیلی خوب می شود. انشالله آشتی میکنند. در اصل من هم با نجیب گپ زنم. میبینی که یخ آب میشود. انشالله اپا جان. خیر من میروم. کاری خیر رو زودتر باید انجام داد. خیر. اپا رانا لبای نوربانو شروع اماسیا کی تشکیل شده است میدونید؟ شروع اماسیش 21 یونی سال 1919. خیر تو بازدید. شکری خدا که بچه من دانا بوده است. این الپرین اینشتین است. الپرین اینشتین. اوچا تعریف نکنید. تخمینا راست گفت. با یگی درباره پیکاس نقل کردم. خیلی خوب. لیکن قبول میکرده باشد. حالا نمیدونم. 60 را پرتافتیم. همین که دون رو خورد دیگر برگشت ندارد. یگان خطاگی نمیخواهم. در نهایت کار یگیت است. نفری که با کله خود کار میکند. در خونش آسیگی هست. اگر لازم شود ما به طوری عصبش ناخود میزنیم. همین که به غضب آمد کار آسان میشود. شیطان این گونه آدمان رو در همین حالت به دام خود میگیرد. سلام رانا جان. فهمیدم. یگیت مرا میارد. تو بازدید. دختری بالای ملکه جاسوسی خوفناک اتینا. انشالله نقشه را آمیخته نمیکنی. حتی من بازم برای فرق کردنش عذاب میکشم. من مثل تو نیستم. از بهونری خودت بسوز. شب بخیر. ملکه خیلی زیبا شده ای. میدونم. برای افشای این کمی وقت لازم است. از دست دادن جنای کاری خوب نشد. آقای دادستان در ماشین یک کودک میده بود. مرا درست فهم. تو را گناهکار نمی کنم. تو وظیفت را اجرا کردی. این آدم در روسیه یک شرکتی مشترک دارد. فکر میکنم که حاضر از پای بستن صورت حسابها است.
имшаб ман якду рафиқамро мепурсам кани бинем ягон чӣ пайдо мешавад он тарафашро паго мебинем хайр ҷанобам шабахайр оғои додистон биё бо ҳам меравем акай наҷиб оҳо чӣ қадар зебо шудаи раъно хонум ташаккур чӣ ҳол дорӣ мемдук имрӯз каме хаста шудааст ва худо мемдук ҷавоб де охир бисёр ҳам базеб чӣ гап шудааст омадем охирин истгоҳ ҳола ҳам хобӣ мо омадем ки туро бедор кунем акай наҷиб ин кас хубанд чаро дар ҷӯяшон шах шуда монданд хубам эй худо чӣ шуд чаро омадӣ ту хӯрокхӯрӣ меравем чӣ таклифи хуб рафта дар лаби бармоӣ мехӯред ба ҷои ман ҳам хӯр имрӯз монда шудам хона меравам бисёр ноз накун сардорам баё ягон чиз бигӯед иҷобати даъват дар мо муҳим аст мисли фарз аст яъне фарзро бояд риоя кард фаҳмода тавонистам ман дар ҳамин ҳаёт ду чизро дӯст намедорам чӣ будааст якумаро маҷбур ба коре кунад ва дуюм он аз тарафи зане агар шавад худои тавба шунидед сардорам чӣ мегӯяд ин кори хайр аст кани пеш даро чӣ хел кори хайр шояд ӯ мехоҳад ба ӯ оиладор шавам не ман ҳам аз чаҳорчӯба баромадам лекин ин раъно аз одамро метавонад дузида ба кӯҳ барад чӣ кор бояд кард лекин ту ҳам ноз кардӣ омадам нахоҳӣ наё шуд ист ба ту ноз карда мешавад магар нози бисёр ишқро мекоҳонад кани акнун пеш даро меравем шаббахайр сардорам шаббахайр сардорам шаббахайр тавба мо дар чӣ хаёл фалак бошад дар чӣ хаёл از کجا بر اومدین مسئله شامخوری؟ و دشوار دنیا داریم لیکن در اینجا ریشه دوانده ملکه ای کجا شدی آخر ملکه؟ این زنها آدم را بیکار میکشند یک لحظه میگویند و آرا و تارا و لباس پوشیشان یک سال طول میکشد ای توبه یکیت جورا جان تو مگر خواب میبینی؟ یا شاید سرا باشد سلام خیلی انتظار شدی نه برعکس انتظاری خوب است من هم حاضر آمدم لیکن بسیار زیبا شد نه خود راست پیشتر میگفتی ما هم شکلمان را کمی موافق میکنندیم آدمان چی میگویند دختر را بینو بچه در برش بوده را تو در اصل خودت رو به چشم من نگر با همه نمودت زیبایی نخواد راست میگوی؟ این مسئله شامخوری از کجا پیدا شد؟ خواستم یک دیگرگونی کنیم لیکن اگر نخواهی مایلش نمیرویم نه چرا؟ میرویم حتما میرویم اینقدر تیاری دیده مرحمت کنید خانم خیر با کجا میرویم؟ با کجایی که خواهی مرسی
آخر آنجا خیلی دور است. اگر پیشکی میگفتی یکان جایی نزدیکتر می‌رفتیم. باز همین شوخی های بی‌معنیت رو کردی. خب شد. خودم رو اداره کردن نمیتونم. چیکار کنم؟ مرحبا. خیر این خوراک چی معنی و چی اهمیتی دارد؟ کمی دیگر صبر کن. خوش آمدید. بفرمایید. خوش باشید. شما هم بفرمایید. ما کمی نظر کنیم بعداً چیزی انتخاب کردم اون رو میفرمایید. ببخشید من یک خوریش میگیرم. درونش بودرینگ نمکی نمونید. روغن زیتون دارید؟ بفرمایید خانم. خیلی خوب. کمی روغن زیتون اضافه کنید. درون سبزی نباشد. اما با جای اون کمی یعنی خیلی کم ترشی انار گذارید. کمی ترک میده کنید. کمی دیگر بروکلی لیکن سیرکو کلان استفاده نبرید. با جای اون لیمو گذارید. ها در طبق گرده گذاشتنی باشید نگذارید. یکون طبق عادی باشد. نمک نکنید. من خودم با خودم نمک میکنم. مایلش خوب شده است. خدایا این زنها اینقدر نازکی ها رو کی از خود میکنند؟ معلوم میشود که زیبا رو هم کارش زیباست. اینجا هم زیبا بوده است. خوب که اومدیم. الان اومدند. رانا اینها از کجا پیدا شدند؟ هیچ گپ نه. دوستی چند سالت؟ شما ماند من میروم. ایستگید. ایستو به خاطر من. جنجال نکن. بیا رفتیم. التماس. ما اومدیم. خوش آمدید. این رفیق کیست؟ ممدو. رانا خانم اگر رفیق شما را ناراحت کرده باشم من میتوانم روم. نه شینید. او کمی خسته شده است برای همین. خاموش باش رانا. در این خصوص بعد گپ میزنیم. بچه ها شما عیب رو میدونید؟ چند سال است که دوستان جونی و جگری هستید مگر به شما میزیبد؟ آن را از جناب پرسان شوید. حجت رو به دستمان داده ما را در نیمه رو پرتافته رفت. یکیت گناه ندارد ممدو. جنابی سوهای رو تاخیر کردن. به جای تو میبودی همین خیلی میکردی. دوستان 40 ساله حاضر باشن یکدیگر رو چون دشمن میبینند. حیف است. گناه است. وجدانتان شما را عذاب نمیدهد؟ وجدان من آرام است. تو هم خاموش است. دادم اومدند. خوش آمده دادا. خوش آمدی. شکر که راه خانه را یافته توانستی. والله هر روز بدتر شده استاده است. خبردارت کنم؟ گرسنه‌ای؟ از که این جانب باز در خانه میپرسند که من گرسنه هستم یا نه؟ من به شما در بیرون کی خوراک خورده بودم؟ بغیر از یک بار. آن هم به سرت بلا آورده بود. حاضر خوراک بالذت میارم. این مشکل بود دادا؟ یکم قصد دستگیر کردید؟ بچم چون همه روزه والله روزی دراز در اتاق نشستم مانده شدم. شما در اتاق نشستید؟ همین خیل فقط از عقب ماشین بارکش کمی دویدیم و خلاص. این حادثه حساب نمی شود. رانا با ممدوح برای خوراک شام رفتن. دیدم رانا با امنیت آمده بود. این آشتی یگیت و ممدوح می شود. بچه ها دیدید؟ همین که غیبت سر شد مادرتان زنده می شود. من کی کسی رو غیبت کردم؟ البته من به جای آنها خرسند شدم. آشتی کردن ثواب است. نقشه عجایب. این کار شوخی نیست. قهر کردن و بال کلان است. پیغمبرمون از 3 روز زیاد قهر کردن رو منع کرده است. چرا اینقدر مهم بوده است؟ گوش کنید. هممون مسافریم. از دنیای گذران به دنیای باقی سفر میکنیم.
خداوند خمیرترش محبت هستیش را خلق کرده است. قهر کردن این محبت را میکشد. شخصی که محبت را میکشد به خطای بی آخر عذاب زیاد خواهد کشید. در مصرع میارند که مگر حیات همان قدر دراز است که آدم باید قهر کند. برای همین قهر کرده ها را به حال خود نگذاشتن و آنها را آشتی داراندن وظیفه همه امان است. خوراکسوخ من طعنه دنیا را خوردم برادر، دیگر چی خورم که اشتها ماند مگر؟ ما بدتر میگوییم. تشکر. فهم خانم. گوش کن. گپ زن. از امنیت برآمدی. با چی کار مشغول هستی نمیدونم. لیکن اگر یگان کاری نادرست کردنت رو فهمم از گریبانت میگیرم. دانستم. من این را چون تهدید به خود قبول میکنم. چه خیلی که خواهی همون خیل قبول کن. ما با اینجا برای آشتی کردنتان آمدیم. شما از چهارچوبه برآمدید. ما را پشیمون کردید. حیف شما شرمنده ها. اگر در کار باشد در کجایی که خواهی گپ میزنیم. دوستم، از آنه که از سری دشمن کشته شوم افضلتر میدانم که از سری دوست بمیرم. به آرمان میروم. سخن آخرین من همین است. خوش باشید. یگید. من میروم. تو میایی همراهم؟ میایی؟ میگویم میایم. روزی از کارهای کردت پشیمان میشوی. بعد دیر میشود. از ناکرده پشیمان شدن 1000 بار بهتر است که از کرده هم پشیمان شوم. یگید ایستا، صبر کن. یگید ایستا. یگید صبر کن. یگید خواهش میکنم برگرد. آخر دوستی نزدیکترینت. گوش کن. تو بسیار بدیر مکن ملیکه. من چیکار کردنم را میدانم. از تو خواهش دارم. بگو هر چی خواهی میکنم. فاطر را از دست دایه بگیر و به خانه من را. من کمی کار دارم. چی کار داری؟ کاری ضرور. فهمو. من تو را در خانه انتظار میشوم. شو تا دیدم. اکنون کجا رفت؟ ندانم. کارم هست گفته رفت. انیق میدونم که کار کرده ایستاده است. لیکن تو هم با او خیلی فشار میاری ممدو. معلوم که برای گناهکار کردن یگید بهانه میجویی. حیرانم این دوستی شما رو نفهمیده ایستادم. یگید رو خودم میدونم. مثل من کی او را میشناسد و دوست میدارد؟ گوید. فکر خوراکخوری هیچ به کار ناآمد. یک دیدیم و خلاص. من دیگر کاری ندارم. چی دردی بینتون هست خودتون حل کنید. تو کلید ماشینت رو به من ده ممدوک. خیر، شب بخیر. مالکه تو با من میروی؟ شب بخیر ممدو. یک دقیقه. من چیکار برای رفتن ماشین من میکنی. شب بخیر. ای جورا جان، تو همه رو پرتافتی. آدمی که جستجویش داریم. رو گپ زن. تو چی؟ من اینجا میمانم. پیکاس شمایید؟ بچه ها اکثر وقت مرا پیکاس پدر میگویند.
میدانی برای چی؟ زیرا فرزندهایم زیاد است. بسیار یتیمان را میشناسم. پدری اکثرشان شهید شدند. نفری باید با آنها پدری کند. البته ولی نمیدانم. گوکمن گفت که تو میخواهی به وطن خدمت کنی؟ درست گفته است. امروزها با مثل تو قهرمانهای جوان خیلی زیاد شدند. همین که آواز تیر را شنیدند زودتر میکنند. ولی من در حوض قهرمانی نیستم. گوکمن گفت که با تو یک دو کاری را انجام داده است. جسور بوده ای، چشمانت سیاه بوده است. لیکن کاری تو به مثل با سوزن کوه کندن را مانند است. مگر شما با کفلیز میکنید؟ هست اما تو چون راهبر رفتار میکنی. به من نگاه کنید آقای پیکاس. شما که هستید من نمیدانم. وطن دوستیتان را فهمیده به اینجا آمدم. تو از وطن دوستی چی میفهمی؟ هیچ چیز نمیفهمی. به دستت سلاح گرفته به طرف راست چپ پراندن. هر روز به این کشور هزارها جاسوس میدرآیند و میبرایند. پیش کردن 4-5 جنایتکار وطن دوستی نیست. عقل لازم است، قوه لازم است، مثل روباه زیرک بودن است. دشمنان ما از داخل بوده در بیرون بسیار است. مرا میفهمی؟ میفهمم. میفهمید است. با من کار کردن آسان نیست. کسی جای مکان و پیم را نمیداند. زن و فرزندم حتی نمیداند. به من باید اطاعت کرد. مرا ببخشید. این به خواست خودم نیست. راه سفید بادو. خود به خود راحت را دوام ده. به جنازت گل رمان میکنم. در اصل به چنین یک راه و سرسخت بودنت حیران نشدم. مثل پدرت هستی. ای ایست بگویم. چی شد؟ چی گفت؟ یگید گپ زن. چی گفت؟ گفت که به پدرم مانندم. با پدرت؟ این چه خیل می شود؟ بیا در ماشین شینیم کمی صحبت کنیم. تو رو من کمی تنها بودن می خواهم. الو؟ با فکرم میگی تکلیفت را قبول نکرد. اما نام پدرش را گرفتی گویا ماینه سرش تاب خورده است. میدانم که شکسته افتید. پروا نکن، درم را تق تق میکند. در این مسئله تجربه پایدارم. حاضر تو به سیری راهبر زنگ زن و مسئله معیوب را دوام ده. خواطر نشوید. من الکی زنگ زدم. قریب به خانه رسیدم. خدا رحمتش کنه انشالله. است برای مهمان در رو میبندن مگر؟ شما کی هستید؟ حالم بس نیست شوهرم را کشتید. از من دیگر چی میخواهید؟ بده این کودک را. دخترم اینجا بیا. این کار را کجا میگویم؟ تلفن کجاست؟ چی میگویم کجا؟ دخترم با پلیس زنگ زن.
با اکای یگیتت زنگ زن فهمیدی؟ با کجا میگریزی؟ تو میدانسته ای که اکای فیرات را کی کشته است؟ گپ زن. به شما هیچ چیز نمیگویم. زنت هم کشت هم نمیگویم. دخترت را کشیم چی؟ آن وقت هم چیزی نمیگویی؟ با من هر کاری میخواهید کنید ولی به اون نرسید. رفته یا بدون دختر را؟ اکایگی جواب ده خیر در کجایی؟ زودتر جواب ده. یکی تلفنت زنگ میزند. التماس خودت جواب ده. الو اکایگی التماس ما رو نجاتی باز آمدن. کی زنگ زد؟ رقم رو نادرست گرفتند. محرم رو میپرسند. خدایا مایلش. کجا شده دخیر؟ با کجا زنگ زده ایستاده ای؟ اینجا بیا. زده فیرات رو کی کشت؟ نترس دخترم نترس. های این آدم نشانه شرف داشته است. رسمای قهرمانه؟ اگر من اینها را تیکه و پاره نمیکنم. هر دوی اینها را گرفت. تو رفته ماشین را بیار. برو سردهت از ما چی میخوره؟ سردهت برو سردهت ببیم. سرده میگویم. سرده برو. سردهت برو. سردهت گپ نزنید. با ماشین سوار شوید. دختر جان دخترم را نزن. دختر جان گذر. چه خیلی که شنیدم خیریت نجات یافته ای؟ نمیدانم در کجا خطا کردم. آنها در دستشان دلیل های زیاد دارند. به زمین به غضب آمدند. اگر شما لازم دانید من پگاه بر وقت کشور را ترک کنم. فکر خوب کرده ای. مادری گریزه گریه نمی کند. یگان نقشه داری؟ یک چرخبال میگیرم و با یکی از کشتی های روسی بحر سیاه میشینم. با آبهای بین المللی که در آمدم خلاص. پلیس چی؟ حاضر در همه جا آدم ماندن. خواطر مباشید. برای آن هم نقشه کشیدم. شما مسئله چرخبال را حل کردید؟ حل میکنیم پروا نکن. حتی برای آنجا رفتنت پول کلان میدیم. از تو جدا شدن برایم مشکل است. سردارم افسوس، اما شرایط چنین شد. در آن جایها خودت را احتیاط کن. لقمه تیاری وسایط اخبار نشود. در اینجا چه حادثه باشد؟ بچه ها اینجا چی گپ است؟ بخیر است؟ یک زن و دختر را بودند. تو چی ها میگویی برادر؟ البته مطمئنم.
ҳамсоё ҳам диданд. ба полис занг заданд, аммо корро барвақт анҷом доданд. ки карда бошад? ба худо намедонам. ташаккур. бародар, ба куҷо? бародар, ин собиқ саркомиссар монед равад. собиқ саркомиссар, ин таънаро ҳам шунидам. اکنون سابق سرکمیسر یگید جنایتکار را نمی‌یابد مگر؟ یافته با او حسابش را برابر نمی کند؟ نمی پرسد؟ چه خیل می پرسد؟ چه خیل؟ یگان معلومات نرسیده است؟ یگان کس به ذمه نگرفته است؟ هنوز یگان معلومات پیدا نکردیم. معیوب جنگ. کی رو میبینم من در اینجا؟ باوری دارم که تو هم مثل من میدانی که در جای حادثه در آمدن بیگانگان من است. روحی مرا گوش کن. لبای محترم سردار، تلفن را بردار با رقم 155 زنگ زن. نفهمیدم سردار. با پلیس زنگ زن، دیگر چیزی نپرس. بگو که جنید زرد با چرخبال با روسیه میگریزد. 155 پلیس گوش میکند. یا خبر میدیم امروز جنید زرد با واسطه بحر سیاه با کشتی‌های روس و با چرخبال از این دیار میگریزد. چرخبال را تحت نظارت گیرید. ببخشید کی گپ میزند؟ درو حل شد. وقتت کم مانده است جنید. مسئله دیگر چی می شود؟ پول که گفتیم عقلت بدراید ها؟ گیر. روحی تو از اینجا برو. در اینجا چی کاره داری؟ این کودک را از کجا میشناسی؟ میشناختم ولی اما دیگر چی علاج؟ دیروز این کودک کشته شد. عجایب کاره. صاحب این زمین هم کشته شده است. باوری دارم که تو از این کارها خبری نداری. این کودک یک معیوبی بود. پیشتر میشناختم. یگان بار نگفته بودی؟ و فکرت زن و دخترش رو کی را بوده باشد؟ یگان دشمنی داشت؟ نه، نمیدانم. گفتم که یگان چیز نمیدانم. یگیت
معلوم می شود که فیلد را ثابت سرکمیسر کشته است. حاضر او به اینجا می آید. همین که آمد شما را پاره پاره کردن نزد سگان بپرتایم. یگیت صبر کن. بعضی گپا برایت دارم. من گپ ندارم. مرا گوش کن. سردارم مرا ببخشید. گوش کن. لبی. یگیت گندوستا هستی؟ بله خریب که یافته. حاضر صدا را گوش کن. خوب گوش کن. این ناله را در سینما هم نشنیده ای. انا با یگیتت گپ زد. اگه یگیت ما را خلاص کنه. ما را را بردن به دخترم یکم کار میکنن یاری. در کجایید؟ غم نخورید آماده خلاص میکنم. نترسید من میآیم. یگان ذره نترسید. میگویند که ناموسی زن و فرزند این معیوب تو امانت بوده است. اگر صاحبی نکنی عیب نمیشود مگر. گوش کن. تو در خصوص عیب دهن نکشا. قسم میخورم که سابق پلیس بسیار گم میزنی. ما باید حساب و کتاب فریاد را انجام دهیم. تو را 1 ساعت پس از نزد چشمزار نزدیک محله پایرز میگیرم. پروا نکن من البته میآیم. سردارم من باید روم. تو با کجا رفتنی؟ با آدم بیکار این چی سرکاری است؟ سردارم بعد صحبت میکنیم. از روزی که تلفن را اختراع کردن روز راحت را ندیدیم. لبیم دو. سردارم یک خبر گرفتیم. جنید زرد با چرخبال به خارجه میگریخته است. شما در کجایید؟ در سمندره. در نزدیکی ایستگاه چرخبال قرار گرفتیم. انتظار من شد. من میآیم. اگر این مراتب از دستیم بسیار چیز را تلف میدیم. پروا نکنید سردار. این مراتب از دست ما نمیگریزد. مالش مرا انتظار شوید. انتظار شاید زود میآیم. با خیر است سرکمیسر. خواطر مینموید. آخوان یک فکر ناراحت هم دارد. چی باشد؟ شما اینجا ایستاده سردار رو انتظار شوید. من میآیم. مایلش. مهراب جدیدترین فیلمی سال عزم و تلاش. دلو نزدیکن چی؟ طغیان عشق. کاخ برباد. شکست آرزوها. آخر شکارش برور میگیرد. احساس تلخ و درد شیرین. 1 هفته شد خط و خبر نیست. فاجعه روزگار. 12 فوریه کاخ برباد ساعت 14. یک جایه با سیر سینمای نو. бо донистани калима ва вожаҳои зиёд суҳбати шумо шуниданӣ хоҳад буд. вожаномаи электронӣ аз тақдимоти маркази продюсерии ҳамсадо. барномаи электронии вожанома бо 4 забон: тоҷикӣ, русӣ, англисӣ ва туркӣ. осон ва қулай барои тарҷумонҳо, муҳассилин ва кормандони корхонаву идораву муассисаҳо. бо истифодаи ин вожанома ки бештар аз 130 000 калима дорад, шумо калимаи заруриятонро дар 1 сония пайдо мекунед. барномаи электронии вожаномаро шумо метавонед аз дилхо мағозаи фурӯши дискҳо пурсон шавед. телефонҳо барои маълумот 907 59 28 28 907 79 28 28. якҷоя барои ғанӣ гардондани бунёди луғавӣ ва барои ҳамсадо будан кор хоҳем кард. ҳамсадои дили шумо. فیلم سیرالدین غفوری. شان باید پیدا شود. من همین کس را میشناسی؟ فهمیدی دنگی و تو یک سپارش قطعی گپ سری سیمیلی است. ما در 100 روزه قسم میده. کسی کی سر؟ هفته آینده توی نه دوستانی نانی زبون مسکوا دوشنبه پنجشنبه اکشن فیلمی سکوت تولد سینمای نو روزهای نزدیک چی من علی را دوست می‌دارد. جوابم را داد. در فروش استودیوی سوربن.
است. سکوت نسخه اصل تنها از جانب استودیوی سوربون. از ماشین فرایو دستایت رو بردار زودتر. جسارتت میرسد ها؟ گوش کن، اگر خطایی کنی زن و کودک و تو هم میمیری. پشتت را گردان. یعنی خالی نامده ای؟ چه علاج؟ عادتم همین است. گیر این را، سرت را پوشان. گوش کن، اینش نمی شود. و گفتی تو خلاص می یابد. این یگیت است. کاری کرده سلامت از اینجا می براید. و فکرم امکان ندارد. می ایستیم با شرط می کنیم. و چی شرط کنیم؟ دیر باز می خواستم که صاحب ماگنومی 357 باشم. راضیم. رفتیم نباشد. مایلش. این مراتب کار در حقیقت وزنین است. گفته هایم را کن. خلط را به سرت کش وگرنه حالت بد می شود. هرچی خواهید کنید، ولی این را قبول ندارم. بیاید از بحر خلطه گذاریم. من از تاریکی میترسم، دلم میزند. چی گفتی؟ هیچ گم نه. مهم نیست. مالش زنید و راضی هستم که کفن پوشانید، لیکن خلطه نمی شود. التماس. احمق، ما را مسخره میکنی. به شما یک چیز گویم. نمیدانم چرا، اما دلم به شما میسوزد. آقان چیکار کردید؟ انتظاریم سردارم. امدو در کجاست؟ رفت سردار. با کجا؟ نمیدانم، چیزی شد و رفت. چرخمال به کار در آمد. نه جناید هم نمودار شد. میرویم. فرد، از ماشین فرد. اینجا چی گپ جنابان؟ شما کی هستید؟ ما رو ببخشید، خبر بردار رو گرفتیم. ببخشید. بله؟ روحی چی شد؟ بادام افتیدن؟ بله، بادام افتیدند. همه اش حل شد جناید. باقی کاری خودت بانده است. پلیس ها را هم دور کردیم. در روسیه استراحت خوب میکنی. خیر، با تو رای سفید. تشکر سردارم. برای همه کمک ها تشکر. من میروم. چرخبال تو حاضر می آید. همین که رسیدم خبر میدهم. ای کن رفتیم. وقتی آمدنش شد.
ماشینه که یکی رو میارد نزدیک شده ایستاده است. مایلش من هم میآیم. قهرمان شما آمده ایستاده است. من نمیفهمم که آدم چرا اینقدر احمق میشود. همین خیل میشده است. بچه ها را گوید کندنی گوی را سر کنند. برای 3 نفر. مرحمت گذارید. سردارم آن آمده ایستاده است. چرا یگید با آنها نیست؟ سوی ما می آید. اینها چیکار میکنند ها؟ هر دو اینها مردند. یگید کجاست؟ کنی بینید. خیریت فکر کردم که نمی آید. جانم حاضر از این کشوری لعنتی خلاص می شوم. کجا شدی برادر؟ هوا کمی ابری بود با زور اومدم. مایلش بیا هر چه زودتر پرواز کنیم. من این رو به شما دیدم براحت تر رویم. تو که هستی؟ خلبانم. از دیشب بیخوابی کشیدم و خودم رو چون خلبان حس میکنم. در اصل یک پلیس هستم. من دیوانه میشوم. این احمق با ما مسخره بازی دارد. شما ابله‌های کارناشایان بی‌سوادها چرا دیدن برابر او را نکشتید؟ چه آواز است؟ خودش چه گپ؟ سردارم این نارنجک است. میکافد. گشت کن ابله. در این کشور اینقدر ماهی های رنگارنگ هست. گل ماهی هست، شیر ماهی هست، لیکن مردم فقط مار ماهی را دوست می دارند. مار ماهی را، مار ماهی باطلاق را، مار ماهی را. حامیان فیلم در مرکز پرودوسری همصدا از ترکی به تاجیکی گردانیده شد. کارگردان و محرر غیور اشوری رستگان، مهندس ثبت آواز و تنظیم لطیف زوربی، ترجمان الهام ظهوریان، راهبر گروه ایجادی فرهاد سفر، پرودوسر کامل جان سفر. به نقش‌ها آواز دادند فیروز کومل، عاطف قادر، ناظم ملیک، ملاحت بانو، نسای محمد جان، سلطان مراد بابا مراد، شهرت رحمت الله، دولت عبیدالله، نظیرمل موسی، دلربا بانو، صلاح الدین شکور، زهرا بانو، فرقت، مهر نسا، خوشنود و دیگران.